ابتدا از این ماسه ها که خود کردیم میرسیم داخل این شیشه به مقدار خیلی کم. بعد یه کمی حالا از این پولک میریزیم و بعد یه کمی آب و بعد از اون یه کمی گلیسرین رو به خاطر میریزیم که معلق بشه. محلولامون مایع در مایع، ببینید الان مفهوم مایع در مایع رو داریم آموزش میبینیم. ببینید یه کهربایی زیبا خالم پر رنگ میاد بالا. ببینید پر رنگ میاد بالا ولی کم رنگ پایینه. چرا؟ چون این گلیسرین یه نوع روغنه. خب این آبه. آفرین این آبه. این حرکت میکنه داخلش. ببین به این صورت. تقدیم نگاه زیباتون. خب